Deutschlernen. سلام دوستان. در این ویدیو من یک متن کوتاه براتون نوشتم که میخوایم با هم دیگه بررسیش کنیم. تا اینجا هر چیزی که یاد گرفتیم رو من سعی کردم تا حدی تو این متن بگنجونم براتون و در واقع شما باید الان بتونید یک جملات کوتاهی راجع به خودتون بسازید. خب Ich bin Nina Müller. من نینا مولر هستم. Bin 33 Jahre alt. 33 سال دارم یا 33 ساله هستم. دوباره ایشش رو نیاوردم. چرا تو جمله؟ چون تو جمله اولیه آوردم دیگه، اینجا دوباره تکرارش نکردم. وگرنه میتونیم بنویسیم Ich bin 33 Jahre alt. Komme aus Deutschland. اهل آلمانم. دوباره میتونیم بنویسیم Ich komme aus Deutschland. Und wohne in Berlin. و در برلین زندگی میکنم. دوباره میتونیم بنویسیم und ich wohne in Berlin. ولی خب اینجوری حذف کردن قشنگ‌تره. Ich arbeite als Lehrerin. من به عنوان معلم کار میکنم. Meine Familie wohnt in München. خانواده‌ام تو مونیخ زندگی میکنن. Ich habe zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. من 2 تا خواهر برادر دارم، یک برادر و یک خواهر. دوباره میتونم بنویسم Ich habe einen Bruder und eine Schwester. ولی دیگه به قرینه لفظی حذفش کردم که تکرار مجدد نشه. Ich bin verheiratet und habe eine Tochter. من متأهل هستم و یک دختر دارم. Ich bin verheiratet. متأهل هستم. verheiratet یعنی متأهل. und habe eine Tochter و یک دختر دارم. قبلا ما هم یاد گرفتیم تو درس اول دوم بود فکر میکنم. متین میشه دختر بچه، ولی وقتی میخوای بگیم دختر من نمیگیم متین، میگی دختر. In meiner Freizeit lese ich oft Bücher und manchmal lade ich meine Freunde ein. در اوقات فراغتم اغلب کتاب میخونم، بوشا لزن کتاب خوندن و گاهن دوستام رو دعوت میکنم. خب دوستان، من اینجا سعی کردم یک متن کوتاه براتون بنویسم که همین در حد مورد معرفی و اینا باشه، خیلی کوتاه. و شما هم برام سعی کنید جمله کوچولو کوچولو توی کامنت ها بنویسید. به آلمانی حتما میخونمش. سوالی دارید یا انتقاد پیشنهادی میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید. لطفا ویدیو هم رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.